فعالان اپوزیسیون تاجیک در اروپا میگویند مقامات امنیتی در تاجیکستان در پیشروی سفر هنوز رسما اعلان نشده پرزیدنت امامعلی رحمان به کشورهای اروپا فشار بالای خویشاوندان مخالفین افزایش دادند و از آنها طلب دارند تا به خویشاوندان خود در خارج برسانند که اگر امامعلی رحمان به اروپا بیاید به ضد او یگان اعتراض و تظاهرات برپا نکنند. به گفته چند تن از همصحبتان پایگاه خبری بامداد، این فشارها یکباره روز 17 مارس سال 2024 آغاز یافتند و تا حال ادامه دارند و برخی را با بریدن سیم برخی خانه‌شان تهدید کرده و برخی دیگر حتی زبان خط گرفتند که مقامات می توانند در صورت اشتراک نزدیکان آنها در اعتراضها مال و ملکشان را به اصطلاح دولتی کنند. محمد ظریف سعیدوف، یک فعال مخالفین که در اروپا به سر میبرد، روز 19 مارس سال 2024 به بامداد خبر داد که روزهای 17، 18 و 19 مارس پدر و مادر و یک پسرش را که چند سال پیش از تحصیل در بنگلادش به تاجیکستان پس آورده به مکتب کودکان دشوارتربیت سپریده بودند، از نوع رودکی به اداره امنیتی شهر دوشنبه آوردند. محمد ظریف سعیدوف گفت از آنها حجت‌های خانه و درشان را طلب کرده گفتند که اگر فرزندتان در تظاهرات ضد پرزیدنت اشتراک کند، مال ملکتان را مصادره میکنیم، فرق ندارد که به نام خودش است یا خواهرش یا کسی دیگر. مقامات امنیتی تاجیکستان ادعا درباره فشارهای نو به بالای خویشاوندان مخالفین را تا حال یگان شرح ندادند، ولی پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف فعلا در خود تاجیکستان ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک که در اروپا فعالیت دارد، روز 19 مارس سال 2024 با نشر یک بیانیه از افزایش فشار بالای خانواده‌های مخالفین حکومت امامعلی رحمان، علل خصوص بالای آنهایی که فرزندانشان در کشورهای اروپایی قرار دارند، اظهار نگرانی کرد. حالتهای به نظر می رسد که مسئولین دولتی به منزل نزدیکان مخالفین وارد شده تمام اموال و دارایی‌های آنها را به مثل خانه، ماشین، زمین، مال و ملک غیر منقول و امثال اینها را ثبت کرده از خانواده‌های آنها زبان خط میگیرند که در حال اشتراک فرزندانشان در تظاهرات ضد امامعلی رحمان همه این مال و ملک مصادره خواهد شد. این چنین تهدیدهای به مانند قطع کردن برق بین خانواده‌ها نیز وجود دارد. بعد از سفر اخیر امامعلی رحمان به برلین، مقامات قدرتی چند نفر از خانواده‌های مخالفین سیاسی از جمله مستفیدان و پیرزن‌ها، زنان و حتی کودکان را دستگیر و زیر فشار و شکنجه قرار دادند. گفته می شود در اظهارات پیمان ملی، یکی از آنهایی که با نشر یک ویدیو مسئله فشارهای اخیر بالای خویشاوندانش را رسانه‌ای کرد، سلیم سلطانزاده، سخنگوی پیمان ملی بود. سلیم سلیمانزاده که از سال 2016 در اروپا به سر میبرد، روز 19 مارس به پایگاه خبری بامداد گفت دو برادرش حریمجان ایسوبایف ساکن دهه لوگین نویه ظفرآباد و علیشیر ایسوبایف ساکن مرکز این نویه را روز 18 مارس به شعبه امنیت ملی نویه دعوت کرده تهدید کردند که اگر برادرانش در اروپا در تظاهرات اشتراک کنند، بعد ماه رمضان سیم برق خانه آنها را خواهم برید. من امسال به سن 46 و شخص برکمالم، دادرم حلیم جان 43 سال و علیشیر 40 سال دارند و از من خردترند. آنها چگونه می توانند مرا نصیحت کنند که این یا آن کار را نکنم؟ تا یک سال پیش که مادر من زنده بود به سر او می اومدند که بچه‌ت را نصیحت کن، گفت سلیم سلطانزاده. او میگوید به خویشاوندان باز چند فعال دیگر نیز مقامات امنیتی خبر دادند که امامعلی رحمان گویا نقشه سفر به ایتالیا را داشته است. درباره به ایتالیا نقشه سفر داشتن پرزیدنت تاجیکستان تا کنون رسما یگان خبر نشر نشده است. خود مقامات امنیتی در تاجیکستان گفتند که به ایتالیا می رود و اگر نه من و تا جای میدونم یگان کسی دیگر از مخالفین حتی درک نداشتند که امامعلی رحمان به ایتالیا می رود، گفت سلیم سلطانزاده. بار آخر امامعلی رحمان در پایان ماه سپتامبر سال 2023 به اروپا سفر داشت. در شهر برلین طرفداران مخالف تاجیک به ضد سفر امامعلی رحمان چند تظاهرات اعتراضی برپا کردند و فعالان حرکت اپوزیسیونی گروه 24 تا توانستند ماشین امامعلی رحمان را در یکی از کوچه‌های پایتخت آلمان با تخم بزنند. در پی این اعتراضها و تخم‌زنی به حساب سازمان‌های حامی حقوق انسان، مقامات در تاجیکستان حدود 50 نفر از خویش و تبار مخالفین از جمله نزدیکان اشتراکچیان اعتراضهای برلین را دستگیر کردند. برخی آنها را چند ساعت و برخی را تا چند روز دیگر نگاه داشتند و اکثرشان را وادار کردند که در ویدیو اشتراک خویشاوندانشان در اقدامات ضد امامعلی رحمان را محکوم کنند.